عاقبت شاگردی در محضر دروغگویان. جالب اینه که چند روز پیش یکی از عزیزان از عربستان اومده بود، میگفت اون فردی که امام جماعت هست و اونجا نماز میخونه که قرائت خیلی زیبایی داره، چند هفته است که اون صلوات رو بدون آل محمدش میفرسته توی تشهدش که اونها هم صلوات رو با آل محمد میگه اگر نگید اصلا نماز اشکال پیدا میکنه. ولی میگفت چند هفته هست ایشون یه بدعت جدیدی ایجاد کرده و صلوات رو دیگه آل محمد رو هم نمیفرسته. جالب اینه که چند روز پیش یکی از عزیزان از عربستان اومده بود، میگفت اون فردی که امام جماعت هست و اونجا نماز میخونه که قرائت خیلی زیبایی داره، چند هفته است که اون صلوات رو بدون آل محمدش میفرسته توی تشهدش که اونها هم صلوات رو با آل محمد میگه اگر نگید اصلا نماز اشکال پیدا میکنه. ولی میگفت چند هفته هست ایشون یه بدعت جدیدی ایجاد کرده و صلوات رو دیگه آل محمد رو هم نمیفرسته. بینندگان عزیز، ببینید که این معمم چگونه دروغگویی را از استاد خود آیت الله قزوینی آموخته و دروغ شاخداری میگوید که همه را به خنده وامی دارد. جناب حجت الاسلام، ائمه اهل سنت مانند شیعه نیستند که تشهد را با صدای بلند بخوانند و ائمه حرمین هم از این قاعده مستثنا نیستند. حالا شما از کجا فهمیدید که ایشان در تشهد بر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلوات نمیفرستند؟ برای مثال به نمونه ای از تشهد ائمه حرمین توجه کنید. ثانیاً، جناب حجت الاسلام، ظاهراً تمام فوتوفن‌های دروغ گفتن را از استاد خود نیاموخته اید. مگر شما نمی‌دانید ائمه و خطبای حرمین هیچ خطبه و نمازی را بدون صلوات بر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جای نمی‌آورند؟ اکنون به چند نمونه توجه کنید. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين على آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بلزوم هديه الفوز والنجاة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من حاسب نفسه بأبي هو وأمي قدوة وإماما، صلى الله وبارك عليه وعلى آله المتألقين بدورا وأعلاما وصحبه البالغين من الهمة الشماء مجدا تراما، صلى الله وبارك عليه وعلى آله المتألقين بدورا وأعلاما، صلى الله وبارك عليه وعلى آله المتألقين بدورا وأعلاما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله طيب الخصال صادق الفعال، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والآل، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والآل، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والآل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى آله وصحبه والتابعين. بینندگان عزیز، در محضر دروغگویان جز دروغگویی دیگر تربیت نخواهد شد. جالب اینجاست که استاد دروغگوی این معمم که در کنارش نشسته او را تایید می کند و لابد بر اینکه چنین شاگردی تربیت نموده بر خود می بالد. عهد بوغه، شما دارید تو جنگل آمازون صحبت میکنید و کسی نیست دنبال حرف شما را بگه. اقلن حرف که میزنید فکر کنید، دقت کنید بعد حرف بزنید. عهد بوغه، شما دارید تو جنگل آمازون صحبت میکنید و کسی نیست دنبال حرف شما را بگه. اقلن حرف که میزنید فکر کنید، دقت کنید بعد حرف بزنید.